سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستا امروز میریم طرف آموزشی که عکس خود چرا با کیفیت کنیم و شفاف کنیم. دوستا خب زیاد طول نمیته، میریم طرف آموزش. دوستا از اپلیکیشن فوتوی خود یک عکس خود انتخاب میکنیم، اما عکس دلخواه خود که میخوایم ادیت بکنیم و او را وارد لایتروم میکنیم. در لایتروم وقتی شیر کردیم دوستا اینجا صبر میکنیم تا لایتروم باز شود برای ما. خب دوستا وقتی که لایتروم باز شد میریم دوستا این عکس خود که اضافه کردیم میریم میبینیم که این ساده است و میریم یک تا پرسیت از عکسای قبلی ما که جور کردیم یک تا فیلتر کپی میگیریم، می افکتایش ستینگش باز میاریم سریزی عکس پیست میکنیم. خب دوستا سه نقطه را میزنین و کپی ستینگ را میزنین، یک چند دقیقه صبر کنین. کپی ستینگ که زدین دوستا ای را کپی میکنین و میرین سری عکستون پیست میکنین ایدیت شو می فیلتر را. خب دوستا اینجا وقتی پیست کردیم میبینین که عکس ما فیلترش به دارک تبدیل شده و از اینجا از بخش لایت میریم امی رنگش دوستا به دلخواه خود جور میکنیم که هر رنگی که خوش ما میامد همون رنگ تنظیم میکنیم که دلخواه ماست دیگه. خب این چی را جور میکنیم دوستا این رنگش از اینجا. خب دوستا از اینجا عکس خود سیو میکنیم در فوتو که عکس ما سیو شود و بعد در اپلیکیشن بعدی بندازیم که کیفیتش را بالا ببره. خب دوستا اپلیکیشن ریمینی است که کیفیت عکس بالا میبره و ریمینی برای آیفون و اندروید است دوستا و این یکی است اپلیکیشن پولی است و اگر از فری استفاده کنین یعنی مفت ازش استفاده کنین باید اعلانات ببینین، براتون 30 ثانیه‌ای 60 ثانیه‌ای اعلانات میمونه که اعلاناتش باید ببینین و بعد میتونین که عکستون ادیت کنین. خب دوستا یک چند لحظه صبر کنین که باز شوه. دوستا این بخش کنین انهانس است، این را سرش میزنین دوستا و چند دقیقه صبر میکنین. خب دوستا اینهانس میزنین، وقتی که اینهانس زدین دوستا اونم عکستون که دارک جور کرده بودین او را سلکت میکنین. خب دوستا اینهانس میزنین که در پایینش نوشته است واچ آن ادز. دوستا ایره که بزنین براتون اعلانات میاره که 5 ثانیه‌ای الا 30 ثانیه‌ای یا 60 ثانیه‌ای است که دوستا منتظر میشینین و دیگه اینجا هم دوستا میگه که اعلانات ببینین و ما واچ اد میزنیم دوستا و منتظر میشیم که برای ما یک اعلانات بیاره. Where are you buying from now? I always buy from Alibaba.com, where I get great deals at factory prices. Alibaba.com. Yes, let me show you. Alibaba.com is an excellent one-stop purchase platform, where you can find any goods you are looking for. Global purchases at wholesale prices, and local after-sales service. Merchants now use Alibaba to purchase goods. Download the app now. خب دوستا اینجا چند دقیقه صبر میکنیم که عکس ما شفاف شود و پیکسلاش زیاد شود. خب دوستا این قدر وقت نمیگیره، وابسته به اینترنتتون است دوستا. اگر اینترنتتون تیز باشه این زود خلاص میشه. خب منتظر میشنیم که پیکسلا و کوالیتی عکس ما را بالا ببره. خب دوستان میبینین که عکس ما ادیت شد و کوالیتیش بالا شد دوستا. شما ببینین بیفور و افتر ببینین دوستا، قبلا و بعدا سعی کنین. قبل دوستا روی مکمی رنگش تاریک است بخاطر که فیلتر دارک استفاده کرده بودم و بعد از ادیت ریمینی که میبینین دوستا شفاف شده و عکس ما پیکسلایش هم زیاد شده دوستا. و دوستا وقتی که را سیو میکنیم 1x میزنیم دوستا و سیو واچ آن اد میزنیم دوستا که وقتی که ما سیو هم بکنیم اعلانات باید ببینیم. دوستا این اپلیکیشن که است پولیست خو
وقتی که بخوایم ازش مفت استفاده کنیم یا فری ازش استفاده کنیم باید اعلانات ببینیم و دیگه چاره نداره. خب اینجا چند دقیقه صبر میکنیم که عکس ما سیو شود و دوستا اینجا سیو میشه. دانه میزنین، اپلیکیشن بند میکنین و میرین دوستا عکس تون قبلا و بعدنش دوستا میبینین که قبلا چه رقم بود و بعدن چه رقم شده. خب دوستا امیدوار هستم که این دیدی که ما براتون آموزش دادم به کارتون بیه و دوستا این اولین ویدیوی ما بود که داخل چینل اپلود کردیم و دوستا سابسکرایب یادتون نره.